با طرفی راست نکن، با طرفی راست. شد؟ همینجا شد؟ باز کمی به عقب. تمام؟ شد انا در همونجا. چی باشد؟ چی گپ شد؟ کجا می روی؟ خدایا چی دهشت، همه جا خون. و دختری بیچاره چی کار کردن؟ کدام دیوانه او را کشته است؟ ایست نگو ایست گفتم. دوستان خیلی که میدونید یک چند ماه پیش به سردار نجیب و گروهش دام گذاشته بودند. خیریت که ساق سلامت خلاص شدند. علاوه بر این یک گروه جنایی را از بین بردند که دولت را از دموکراسی دور و به سر و سامانی برده میرساند. حاضر در نزد همه افتخارنامه هایی که از طرف وزیر امضا شده است به این قهرمانان با تنتنه تقدیم میکنیم. تشکر. تبریک میکنم. تشکر. شیر بچه سردار نجیب را نمیرنجونی به فکرم. نگاه کن، از گپایش نمیبروی. درست گفتید محترم مدیر. شرف و افتخارمان را هیچگاه پس نمیزنیم. موفقیت های بردوام میخواهم نجیب. مرحمت. تشکر محترم مدیر. در کارهایت با دقت باش. اگر فهمند که ما در شبکه آدم خود را داریم کارها بد می شود. فهمو؟ بی‌پروا باشید، در فکرش هستیم محترم مدیر. از یاد نبرو. احتیاط شو. با اجازت. من نجیب لبک در کجا؟ کی گفتی؟ خوب حاضر می آیم. مدیر یک جسد یافتم، من باید روم. تیز پا اونجا رو. وظیفه ما مجلس بازی نیست. اطاعت. بچه آزاد رفتیم. بخیره سردارم؟ رفتیم در رو گپ میزنیم. ولی ما رفتیم. Sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerde yandık. Haydar diri dahtar diri dahtar. Haydar diri dahtar diri dahtar. بسیار با احتیاط باشید. یگان چیز را از زودتر از اون طرف با ما بگیرید. برای ما هر یک جزئیات سبب پیدا کردن جنایت می شود. تو ایسهای پای را گیر، خوب شده است. سردار نام مقتول لیلی ایشیل، 24 ساله، دانشجوی سال آخری فاکولته تیم. خودکشی یا اینکه جنایت؟ کشته شده است سردار. وضعیت خیلی بد. به خانوادهشان خبر دادید؟ هنوز نه. ما در اونجا بودیم، کار کرده ایستاده بودیم. ناگاه شاهد هست؟ من دیدم موندم. جسد را این مهندسا یافتند. یک مرد مویلبدار بود میگویم. اون طرف از پوره. پشتش دمیدن لیکن داشتن نتوانستند. بچه‌ها کفته ایستادند. مرد ریشدار بود.
تلفن کسی نباشه جواب ده. سردار این تلفنی مقتول است. با من ده. مرحبا. الو. ببخشید با فکرم خطا زنگ زدم. بله زنگ زدید؟ بله شما کیستید؟ من سردار شعبه مدد نجیب. سردار شعبه مدد گفته؟ دخترم لیلی در کجاست؟ مگر یگان حادثه رخ داد به لیلیم؟ وای دخترتان لیلی یک صدمه شده است. الو الو چی شد خالید؟ احوالت بد شد؟ خالید به تو میگویم چی شد؟ گپ زن. لیلی وفات کرده است. چی؟ صدمه؟ آوردن لیلی رو آوردن، خواهری عزیزم رو آوردن، جیگرم رو آوردن جیگرم رو. پدر خواهش میکنم نزدیک شو. کشاید دخترم لیلی رو بینم، کشاید دخترم رو بینم. لیلی جان دخترم لیلی چی کار کرده خواهرم؟ لیلی کشته است خواهرم. لیلی هم کی کشته است؟ گپ زنه دکتر بابا گپ زن. خواهرم رو کی کشت؟ گپ زن بابا دکتر بگو بابا. ندیدنتون خوب است برادر. خواهرم رو با من نشان نمیدی. متاسفانه رویش رو شناخته نمیشد. بگو چی شد با او؟ کی او رو کشت؟ یکم کار کن. آخ خدا برای چی؟ کیست؟ گپ زنید با من. کی کشت خواهرم رو؟ کی کشت خواهرم رو؟ آخ خدا دخترم واسه افتیده است. صدمه نه. این صدمه نیست. در تلفن گفته نتوانستم. دخترتون کشته شده است. جنایت صادر شد. در باغ جسدش رو یافتم. خدایا مدد کن. یک سال دیگرش مانده بود دکتر میشم. کدام خدا نترس این کارا کرده است. سردار نامتون چیست؟ نجیب. سردار نجیب فرزند داره؟ آیا دختر داره؟ بله. این خیلی باشد گپم رو گوش کنید. فرض کردم که در باغ دختری مرا نکشتم، دختری شما را کشتم. فرض کردم که جسدی دخترتان را از باغ یافتیم. چیکار میکردیم؟ بگوید چیکار میکردید؟ این بیناموس را اجازت میدادید که آزاد گردد؟ این خیلی باشد او را یابد سردار. بیناموسی که این را بلیلی روا دیده است یابد. این دختری من نه، این دختر شماست.
وعده میدیم تو رو میابم. اوچا بگونی با دوستان با سینما رویم مایلاش اوچا چی میگه؟ اوچا من رابطی پاورمن میخوام. پاورمن. چی ورمن؟ اوچا بگه با سینما رویم. ایستا این رو بد گپ میزنی. پاورمن اوچا پاورمن. اول من گفتم تو خواب کن الپرین. با من چه یا خدا. ای جیم شینید حاضر یک تا گوید. اول شما خانم نوربانو. دوگونه هایم بگویی با سینما میروند. همه میروند. تمامی دختران نیستیم. من رو هم دعوت کردن. چی میشود من هم روم اوچا جان؟ این کاری من نیست. از پدرت پرس. تلفن کرده پرس. اجازه دهد میروی. دخترتون با بویه رسید از خونه رفت. تشویشتون سر می شود. ببخشید. الو دادا میبخشید که شما رو ناراحت کردم. با شما گپ دارم. چی میخوای دخترم؟ دادا بگویی رفیقانم با سینما میروند. من رو هم دعوت کردم. من هم روم. معلمتون هم رو میرود؟ نه لیکن دخترها هستن. بسیاری هستیم. التماس روم دادا جون. به معلم اجازه نمیدیم. بعد هم رو میرویم. لیکن دادا جون با دوستامم رفتن میخوام. التماس بیاید روم. بعد میدیم که بعد خودم میبرم. تلفن رو با مادرته. اما دادا نوربانو دخترم گپ رو دراز نکن. با مادرته گفتم. اوچا لبای نوربانو. دادم تو رو میپرسد. با من ده. نجیب زنک از کجا برآمد باز این گپی با رفیقان به سینما رفتن؟ از کجا دونم؟ در مکتب قرار دادن. نجیب این بار اجازت میدادی. دخترت میگیرید. پیش از این حادثه به سر دخترمان آمده رو فراموش کردی به فکرم. دختران جوان رو بروهای هر خلاص رو بیرون میکنن. به فکر تو مثل هر پدر و مادر با دقت شدن من لازم نیست مگر؟ خوب خودت میدونی. آوازت دیگر خیلی است. همش خوب است انشالله. امروز در باغ چسد یک دختر جوان رویش رو شناخته نمیشود. سرش رو بازم میده کردن. ولش رو بینی بعد میفهمی. منش خاموش میکنم. شب صحبت میکنم. دخترم از پدرت خفه نشو. وای خوبی تو رو میخواهد. وعده داد که خودش تو رو میبرد. من با پدرم نه با دوگونه هایم رفتن میخوام. نوربانو اپا مونید با دوگانه هایش رود. حاضر وقتی به بلاغت رسیدنش شما مشکل ها را تحمل کرده می توانید. ای کراس با درد همه من آواره هستم. می ترسم که برای سرخوری وقتم نمی رسد. من هم می کفم به فکرم. تو هم راست بخونه مایلا شوچا. خالد برادر. لبای سردار. میفهمم برای شما خیلی مشکل، لیکن با ما با پلیس رفتنتون در کار. میروم سردار. چیزی لازم باشد میکنم. با اجازت. قبضن یکید. سردارم مهندسان در باغ خودم رشته را دیدن. نامش سیری بوده است. خیر کی هستی؟ سردارم در اینجا او را همه میشناسد. از کسی نپرسیم آدم خوبی به ضرر است میگویند. ضررش نرسیده است نیو لیکن یافتن لازم. میشنای من رو؟ سردارم به فکرم این همان است که
ما میکفتیم. بله سردارم، و فکرم همان است. دستگیر میکنم. ایست پلیس! ایست میگویم! نگوریز! ایستا! راهگرد میگویم. برا رفته گرد. خواهش میکنم راه دهید. لطفاً راه دهید. جنایتکار رو دستگیر کردید. حالا سنجش معین میکند. پرسش ادامه دارد. بگویید دستگیر شده جنایت صادر کرده است. التماس بچه. آقای یگید پیش التماس هنگام گویید. اجازه دهید کارمان را کنیم. از افتش معلوم که او کشته. راه گرد. گرد. سردارم. سیری گفتگی آدمی است؟ بله سردارم. قاتل تشکیل آرام باش. آرام باش تشکیل. آرام باش گفتم. تشکیل یگید برو ببر. رفتیم. تمام تشکیل. تشکیل با من نگاه کن. باز یک بار دیگر چوی رفتار کنی برای به مال دولت ضرر رساندنت تو را محکم میکنم. همه اینها با پول شهروندان خریده میشود. فهمیدی؟ فهمیدم سردار. جمع کنید اینها را. اطاعت سردار. رفتیم پسرم رفتیم. من نکردم. نه سردارم، یکون چیز نگفته است. چیکار کنیم سردارم؟ چه خیلی را به گپ دراریم؟ به خدا زبان این را مختن لازم. آخر مثل من و تو گپ نمیزندین. سردار، کمیسی پلیس آمده است که با همان باغ تعلق دارد. چه خیلی که میگوید سیری را خیلی خوب میشناخته است. تیز را دعوت کنید. برای کار سردار. تشکر کمیسر. سیری پسرم، تو چیکار کردی که در اینجایی؟ در جای جنایت را دیدند. گریخته است. از او شبهه دارند. بیچاره ترسیده برای همین گریخته است. چند سال باز من سیری را میشناسم. خوراکش را با ما در شعبه پلیس میخورد. او کسی را کشته نمیتواند. اگر بولی پرنده اشکسته باشد بیند در حال گریه میکند. از کسی نپرسم. همه او را آدم بی‌ضرر است میگویند. وای شعبه پلیسی ما رو به جنت تبدیل داد. او همین خیلی آدم بی‌آزار است. او کرده است نمیگویم البته. لیکن در جای حادثه بوده است. ممکن کسی رو دیده باشد. میتواند او را به گپ درآورید. این کاری آسان. یک پرس شیر برنج مسئله حل. یک کاسه شیر برنج گفتید؟ یگید یک نفر روان کن. اطاعت سردارم. سرقه هم باشد. همین طور نه؟ Dün gece bizi çarpan kamyonun plakasını alan var mı ya? Ama tamam yakışım. Ha ha ha. Benim annem senin de annen oluyor. ما امشب به سینما میرویم. بیا همراه رویم. پدرم اجازت نمیدیم. چیکار کنم؟ الپرین صدایش رو پس کن. Hiç bu kadar ihtiyaç با تو صدایش رو پس کن گفتم. کامنت این را. نرس. نوربانو پدرت اینقدر خفه مانده بوده است. چیکار کنم؟ خود دیدی صدای کو. خیر من نباشد میروم. پگاه در مکتب میبینیم.
این رو با من ته من با سینما نروم مگر تو هم تلویزیون رو تماشا نمیکنی. سرده ته گفتم البرین ته با من چی کار میکنید شما؟ دوربانو برادرت را ناراحت نکن. بیا با من در آشخانه کمک رسان. با من چه؟ البرین یردم دهد. خدایا این دختر عجایب شده است. آقای پیش قسمت نگاه کنید. با من هم یک شیربینج بیارید. با من هم یخماس بیارید. یخماس قیماقی. شما کاری خود را دادید. از برای خدا غضبم را نبیارید. روید. سیری پسرم در باغ چی دیدی؟ کنی گپ زن. من هیچ چیز ندیدم. بین در اینجا چی هست؟ تو این رو نسی بینی که شیر برنج. گیر مرحمت با قاشق. نمیخواهد خودش میداند. سردار وقتی که شیر برنج میگوید سیری از همه کارش میماند. همیشه برای شیرینی خوردن خودش قاشق دارد. سیری کنی گپ زن. یکون کس رو در باغ دیدی؟ آدم از دست دختر میکشید و دختر داد میزد. وای چگونه آدم بود با ما گپ زن؟ اگر آن شخص رو بینی میشناسی؟ البته میشناسم. چرا نشناسم؟ جنجال لیلی رو در باغ با یک نفر دیدند. لیلی یگان نفر رو ناس میدید؟ نه دختری من بهوده با هیچ کس جنجال نمیکرد. صدایش رو بلند نمیکرد. لیلی دخترم. خیز بیا اینجا شین. بیا اجازه دید سردارم. شما نفهمیدید سردار این رو نمیپرسند. میپرسند که با یگان کس با میخورد از مکتب از محلاتون، یعنی نفری که شما میدانید. بس کن. رفیق سردار زنگ‌های تلفنی لیلی رو تفتیش کردیم. پیش از روی دادن جنایت با شاهموز بایرق و فرات الکان خیلی زیاد صحبت کرده است. شاهموز بایرق، فرات الکان، اینها کی میشناسید؟ شاموز بایرق نامزد دخترم از باتمن. اما از روی قیدها نگاه کنیم از استانبول زنگ زده است. از استانبول ما خبر نداریم. برای چی بی خبر آمده است؟ چرا؟ برای چی می آید؟ برای فرات گفتن ایوان. شاموز و لیلی نامزد بودن، لیکن لیلی با فرات واخوری میکرد. نبود. فراتش کی باشه؟ در فاکولته تیب هم کورسش در آنجا شناس شده بودند. به حد نقص میدید. از به پولی دانشگاه را ترک کرده در یک تعمیر خانه کاری افته بود. یک صغیره بیکس. وقتی که شاموز این رو فهمید تماما دیوانه شد. سبب به استانبول آمدنش میرسید؟ اینش رو نمیدونم. خودش رو یافته بورسه. اینها آدمان ثروتمند سردار با اشک چشم نگاه نمیکنند. ممکن که شاموز برای دفاع ناموس خود به اینجا آمده باشد. این شاموز و فرات رو به اینجا بیارید. اطاعت سردارم. تو چه هم میگویی تاشکین؟
برای چی من از اینها خبر ندارم ها؟ نخواستم شما غمگین شوید پدر. نمیدانستم که کار به این درجه میرسد. رفیقان حادثه روی داد. 100% این جنایت رسم معین است. دختر نامزدی ثروتمند داشته است. نه؟ لیکن دختر در اینجا با یک نفر دیگر با میخورده است. نامزدش این رو فهمیده از ناموسش دفاع کرده است. انا همین خیل. نامش چی؟ شاهموز بیرق. مرحمت شاهموز بیرق بلیتتان. مسافر جای 14 5 دقیقه وقت دارید. اتوبوس حرکت میکنه. تشکر آمد. راه سفید. وای کار رو تمام کردم. حاضر به راه میبرایم. سحر نشده در اونجا میشوم. مایلش از اینجا چیزی نمیخورید؟ خوب. یعنی جنایتی رسمایی. اولین چیزی که به سرمان میآید. میدونی که در وظیفه ما چیزی که در اول شبهه داریم نادرست میبراید. خبرنگاران با این خبر سوء استفاده میبرند. در روزی روشن در مرکز استانبول یک دختر را به خاطر رسم معین سرش را به سنگ زده میده کردند. پگاه در روزنامه ها صلاحه را میخوانیم. برای پلیس ها را عیبدار کردن می نویسند که پلیس ها خوابند. فکر نکنید مدیر، قاتل را میابیم. این گفته حل کردنمان لازم. هر سال تنها در موضع ما از 100 نفر زیاد دختران جوان کشته می شوند. برای بسیار از جنایت رسم معین گفته نقطه می گذاریم. گناهگار است یا بیگناه فرق ندارد. در بعضی موردها پلیس ها نیز خنک نظری می کنند. باز یک نفر دیگر هم دیده است. این را هم علاوه کنیم سیف ها زیاد می شود. رفیق سردار، همکارانمان افتاب وокзал و شرکت‌های چیپتا فروشی هواپیمایی را تفتیش کردند. شاهموز بیرق به اتوبوس چیپتا خریده است. از طریق تلفن جای فرات را نیز معلوم کردیم سردار. یکی دست پشت فرات شو. اطاعت سردارم. نجیب همین کار را حل کنید. بیهوده ویردی زبان خبرنگاران نشویم. خوب شد است مدیر. فکر نکنید. موفق باش. آی لیلی. حاضر در کجا هستند؟ از طریق تلفن نگاه کنید. حاضر از پول گذاشتند. خوب خیلی نزدیک هستیم. علیمه و گروه ها خبر رسون. برای شروع کردن همه چاره ها را بینند. اطاعت سردار. سلام علیکم. در اینجا کدامتون استایید؟ منم استا بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. و علیکم السلام. فرات نام یک نفر را میکابم. فطرت رو چیکار میکنی؟ تو کیستی؟ من باید با خودی فرات صحبت کنم. فطرت اینجا دیگر کار نمیکنه. یک هفته پیش برآمده رفته بود. اینها به فکرم لیلی و فراتند. برای خاطر آویزان کرده ها استا؟
بله چی شده است؟ گوش کن. دانستنت خوب می شود. این پگاهی جسد لیلی را در باغ یافتم. سرش را با سنگ زده مجر کرده. فراد ایستا! 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 چرا ما رو من میکنن؟ حسن گوش کن. چی گپ شد همه داد میزنن؟ با خدا که نمیدونم. پلیس ها از 4 طرف احاطه کردن. پلیس ها؟ از کجا پیدا شدن آنها؟ ایستا فراد! نگریاز! ایستا! زودتر تیزتر. هیچ کس از جایش نجنبد. آرام باشید. آرام باشید. حجتتان رو ممکن بینم؟ البته. آیسته برارید. خوب شده است آقای مامور. شاموز байрақ شما دستگیر شدید. آخر چی شده است؟ من چیکار کردم؟ مرا کجا میبره؟ یعنی بشین در رو ماشین. ایستا فراد! نگریاز! ایستا! خدا میکشن مرا. التماس کجان چه کشن؟ دیوانه عجیم شه. من هیچ کار نکردم. با خدا هیچ کار نکردم. از تکرار تو دیوار من هیچ کار نکردم. نفرتم می آید. بینندگان محترم، در مرکز استانبول دختر جوانی رو با نام دخترم به خوراک دست نزدی؟ نمیخواهم. اپا خوراکتو نخوری من خورم. قربانی رسم اوین شده است میگویند. لیلی ایشیل اولین قربانی رسم اوین نیست. نوربانو عیب است. برادرت چی گناه دارد؟ من چی گناه دارم؟ در حیاتم یک بار اجازت گرفتم. یک دقیقه جون شینید. اگر دریا داشته باشد در استانبول شهریبان یلچیل کایرو پدرش در کوچه پرونده کشته است. وزیر نویسنده نیلوفر بزدک با ما است. شما چند سال می شود که جنایت هایی که از برای رسم اوین می شوند جستجو می کنید؟ درباره جنایت لیلی ایشیل چی می گویید؟ چشمتون کفت. رسم اوین بوده است. دختری جوان رو با خواست خود خانه‌دار کردن، مثل غلام استفاده بردن، کشتن. از کی باز رسم اوین نمود شده است؟ نجیب چی کار کرده باشد؟ وزیر نویسنده نیلوفر بزدک با ما است. شما چند سال می شود که جنایت هایی که از برای رسم اوین می شوند جستجو می کنید؟ چه حال داره زنک؟ درباره جنایت لیلی ایشیل چی می گویید؟ من هم همین را تماشا میکردم. باز برای گناهکار کردن پلیس هر خیل خلاصه میبرارد. تا حال هیچ چیز معلوم نیست، سود نیست. خبرنگاران جنایت رسم آیین گفته همه را به پا برداشتن. نه نمیخورم. شما خوردن گیرید. حالا کارمون در اینجا بسیار. بچه ها رو به جای من بوسه کن. خوب. مالش.
шинед наҷиб чӣ шуд ин кор? тамоми мамлакат ба похест. аз 2 нафар шубҳа дорем мудир. натиҷаашро интизорем. бачаҳо барои дастгир кардани сирӣ рафтанд. биё. сириро овардем барои рӯбарӯ кардан, сардорам. тезтар ин корро ҳал кунед. итоат, сардорам. آقای مامور برای چی ما رو به اینجا آورده؟ من چیکار کردم؟ سردارم باید بر تو میفهمم. انا اومد. چی حال داری شرف؟ خوبم سردارم. سردار چیکار کردم من؟ به نام خدا گوید. لیلی ایشیل رو میشناسی؟ بله شده است. همین سهر جسدش رو از باغ یافتیم. سرش رو با سنگ میده کردن. خدایا سردار شما چه ها میگویید؟ متاسفانه لیلی قربان گشته است. کی این کارو کرده است؟ غیر است کی میکنه؟ کی میکشد؟ تو کشتی او رو. لیلی چی خیلی تو را کش. سیری با دقت نگاه کن. شخصی که با لیلی در باغ جنجال میکرد در اینجا هست؟ نگاه کن در اینجا هست یا نیست؟ رفیق سردار فرمودتان رو آوردم. نگاه کن در اینجا هست یا نیست؟ و ما نشانته کسی که در باغ با لیلی جنجال میکرد یکی از همینو است؟ خوب آفرین. فرات را جواب دهید. شاهموز را با من گذارید. شما به خانه روید. اطاعت سردارم. سری توفت را گیر. باغ با تو امانت. با لیلی پیش از حادثه تست تلفن میکردی؟ با شاهنوز وا میخورد. من نخواستم. چرا؟ میترسیدم که با وی کاری بد میکنن. نباشد برای چی امروز گریختی؟ در برات سلاح دیدن. تو رو آدم شاهنوز فکر کردم. پلیس بودن را نفهمیدم. خب نباشد میتوانی روی اما فرار نکن. در همین جایها باش. برو. در مسئله خودمون با سرتور گپ زدی؟ حلیمه آخر فرصت نشد. خودت ندیدی مگر پگاه گپ میزنیم. آخرین کارو باید زودتر حل کرد. حاضر روز به خانه ینگای هنر میرویم. رفتیم. حالا خانه‌دار نشده الکی سر شد. بعد چیکار میکنم؟ به خدا نمیدونم که روز
نجیب هر روز تا نیم شب کار میکنه. یک چیز گویم خفه میشه و دهانم رک شده نمیتوانم. مندرس هم همین خیل بود. چشمش غیر از کرد دیگر هیچ چیز رو نمیدید. اوه که ها می آیند عروس و داماد. خوش آمدید بچه ها. خوش دیدیم اپا. مرحمت. خوش آمدید. نجیب نیست؟ سردار موندند. کارشون کمی طول کشید. طول نمی کشید حیران می شدم. تشکر. آمادگی ها به توی چی خیل؟ آه ینگه جون، حالا به خواستگاری هم فرصت نمی رسد. تو حال با سردار گپ نزده است. آخر چی خیل گپ زنم؟ امروز حالمون رو دیدی کو؟ در آتش بر این علنگه نزن. حلیمه با فکرم با تو بازی دارد. به خدا من هم چنین فکر دارم. بلایه آخر ازدواج این عملیات فوری نیست که؟ تو گبزن قهرمان این دختر با تو چیکار کرد که با سنگ سرش را میده کردی؟ چه سنگ؟ چه میده کرده سردار؟ در باغ با لیلی جنگ کرده که آدم تو بودی. در باره فرش شنویده تز خسته آمدی. ناموست را با فکرت دفاع کردی. با فکرت رسم و آیین را اجرا کرده میتونی؟ سردار در رسم و آیین ما نقض دیدن رو با طور سرمون میبرداریم. خون چی است؟ جان چی است میدونیم. کدام به ایمان کشته است؟ نقصیده دیگر کس هم باشد؟ گوش کنید سردار، من نام لیلی را اول در قلبم و برای همه وقت نامش را دیدن به اینجا نوشتم. نام او برایم مقدس است. اگر به یک طور مویش چیزی شود من این دست را کنده میپرتویم. شما حاضر لیلی را کشتی میگویید؟ همین خیلی است سردار؟ چه خوب گپ میزنی. مثلا عشق گفته فکر میکنیم، عاشق شده ایم گفته فکر میکنیم، در آخر بازیچه دست شیطان میشویم. نه عقل مانده است نه ترس از خدا بر این آدمان. همه کار را میکنن. راست میگویی سردار، لیکن خطای یک نفر دیگر را ندانسته مرا تهمت میکنید. شما هم خطا میکنید سردار. شکر خدا ایمان داریم، کتاب را هم میدونیم، سنت را هم. در کتاب های ما این خیلی نآمده است رفیق سردار. دانسته دروغ گفتن نمیتوانیم. خواهید باور کنید نخواهید نه، لیکن من نکشتم لیلی را. به خدا قسم نکشتم. برای چی به استانبول آمدی؟ برای چی با لیلی در باغ وا خوردی؟ چی در داشتی؟ ینگه هنر، شما امشب با سردارمون مصلحت کنید. فردا شب یگید مرا خواستگاری می آید. تو هم یافتی آدمت را. من نزاکت میپرسم برای خواهرش میمورد. من نجیب را دیدم مگر؟ حلیمه دخترم، تو خوب فکر کردی درباره خانه دار شدن؟ برای چی ینگه؟ شما چی گفتنی بودید اپا هنر؟ ببخشید اویله پولیس چیست من خوب میدونم. لیکن اپا آخر حلیمه هم خودش پولیس است. باشد، باز هم خوب فکر کردنش لازم. پگاه میبینی که خانشین مادر شده است. یعنی گفتنی هستم که از من که روز فرقش نمیکنی. احوال من رو میبینید. بعد از شهید شدن مندرس کسی نیست که به او تکیه کنم. ما قرارمون رو برآوردیم ینگه جون. شما باشید فرصت یافته با سردار مصلحت کنید. خوب شده است.
من باری آخر فکر کردنت رو میخواستم. لیکن یگید با نجیب با دقت باش. با موی و سر و لباس و اندامت نقص نگاه کرده بیار، مثل فقیرانی که این نوایی. البته ما پگاه برای خرید میرویم، لباس تویانا هم میخریم. بچه من در خوابم روبوتی پاورمن دیدم. دادم در وقتی اومدنش میورد. تو تنها در خوابت ببینی. این خیلی نگویید، دو سهر خوابش نمیبرد. میورد پسرم، درست به جای خوابت. پگاه مکتب است. دیر شد، ما میرویم. بله اپا، شبتون خوش. من هم میروم هنر اپا. شبتون خوش. شبتون خوش. خیر، شبتون خوش. میه؟ گوش کن، برای چی با لیلی در باغ وا خورده؟ جواب ده. برای افراد رو پرسیدن اومدم که آیا چیزهای شنیدم راست است. مگر من قلب ندارم پرسیدم. خوش بعد نگفت. همون زمان مردن میخواستم سردار. یک بار حمله 1000 بار مردن میخواستم سردار. خوش بعد برای وی انگشترین نامزدی گرفته بودم. در درونش نامش رو نوشته بودم. او رو با من برگردان. لیکن من ایستاد گفتم. با من نگاه کن شیربچه، با من بازی میکنی؟ لیلی یگان خیلی انگشترین نداشت. با کی دروغ میگویی؟ با خدا قسم راست میگویم. انگشترین در دستی او موند. ببین، اگر دروغ گویی کمش 30 سال میگیری با این کاری کردگی. در افسانه وقت به یادت میآید که انگشترین در دست کی بود. انا اون فایده ندارد. با خدا من لیلی رو نکشتم سردار. با اینجا آمدنی هم نبودم. برادرش تاشکین التماس کرد. برای سینما نرفتنش شبی درست گریه کرد. من خوبی او رو میخواهم. خدا نکرده به سرش اگان چیز بیاید. من دیگر زندگی کردن نمیتونم. ممکن که وی هم حق باشه. اویسه اویسه به وی میرسد. کمی دیگر خیلی رفتار کردنمان در کار. دوره ما بری نیست. آدمان دیگر شده ایستادن.
راست میگویی. زمان دیگر شده است. یگون چیز میخوری نجیب؟ اشتیا ندارم. مرحمت نجیب. باور کن اشتیا ندارم. امروز یک جنایت روی داد که دخترک جوان رو وحشیانه کشتن. میدیدی پدر در یک جا، مادر در دیگر جا. غم به پدر و مادر میشود. غمی فرزند را نشان نده. آمین. چه شد زنک؟ باز همان کاری پیش دارد. ها؟ نجیب تسبیح میگردونی؟ یا صبر یا صبر یا صبر به ایس میگردونی؟ دعای تو با ما هم میرسد. وای یگید حالی مرا خواستگاری میآید کو؟ از کی میخواهد؟ پس من نبا فکرم. آخیر از تو میخواهد. از کجا برآمد باز این کار؟ هر دویشون کسی ندارد. تو رو مثل پدر میدونم. تو از طرف دختر میشوی. از طرف داماد که میشود. من؟ حالی مرا من از تو برای یگید من خواستگاری میکنم؟ با خدا از تو ترسیدن در کار زنک. اگر بده فروشیم در دروازه نوبت میشود. این خیلی تئاتر من ندیدم. برای بچه ها ثواب میشود. خوب بیاین کنی. تو با من یک پیاله آب بیار. حاضر میارم. انا اکنون به دستم افتاد یگید. بچه از دیروز باز تلفن رو نمیوگم. همدردی مرا قبول کن. روز پیشم ایلاش لیکن لازم بود من از خانه نیفتم. تشکر. تو مرا با غضب میوری. دیروز شب دیر آمدی. کمی شرم دار. تشکر. زمین کفد و فرو رود این خیل رسم و آیین دخترم را به سبب کشتند. تشکر. در آخر دختر در دستی بچه وفات کرد. من هم گریه کردم. پسری خیلی خوشروی بود. عاشق شدم. خیلی فیلم خوب بود. تو چرا ناومدی؟ چی خیلی بیایم؟ شما پدری مرا نمیدونی. پدری تو در کدام زمانه زندگی میکند؟ خیلی عجایب. بیا با نزد آگوزخان رویم بسکتبال بازی میکنیم. نه شما روید. من به درس میروم. قرض رسیده ده. اپا پول تیمان رفته یخموز خرم. پولی دوده داده امرو چیکار کردی؟ خوردم. این خیلی باشه دستت رو میلیسی ها؟
نه یخماز خوردن بتوانم نه پاورمن گرفتن بتوانم. اوف بزار شدم. خیزو چش خیزو چش خیز رفتیم. فرزندم لیلی یکم. این سگ در اینجا چیکار میکند؟ لعنتی تو چیکار میکنی در اینجا؟ من تو چند مرتبه گفتم دور شو از لیلی. با کدام عقل به اینجا آمدی ها؟ تو آرام فروختی لیلا رو. تو فروختی لیلا. پیدا کردم به یکی شبان تو رو فهمیده. یکی شبان لعنتی حالا ببینی مرا. سرم در این روزی ماتم دیگه چی ها میگویی؟ سردت مرا سردار. خوشگین با تو چند بار گفتم اون که آرام شد. من آرام شدم سردار. خدا از پلیس روزی باشد. گناهگار را با دستی خود دستگیر کردن. دیدید گناهگار را با دستی خود پلیس را دستگیر کردن. رفیق سردار، قاتل بودن شاهموز اثبات شد؟ دوامش را سود قرار میدهد. اما شاهبوز بیرق در این دعوا گمان بر است. سردارم یک سوال دیگر پرسم ممکن؟ رفیقان در جنازه هستیم التماس. من میدونم. من اونم کی میدونم گناهگارا؟ من همین کس گناهگار. توشکین تو را ناز نمیبیند رفیق. البته ناز نمیبیند. من کمبغل به پول هستم. لایق خواهر او نیستم. با کدام من؟ اکا اینها سروندمند گفته بای گفته دختر را مجبوری میخواستن به شوهر دهد، مخصوصا توشکین. من میدونم. اما که خلیل مثل فرشته است، از دنیا خبر ندارد. این توشکین مجبور کرده لیلا را به شاهموز نامزد کرد. برای پول البته. من میدونم. البته که خاندار میشدیم. توشکین زید برآمد، رفته از زادگاهش شاهموز را پیدا کرد. به او چی دروغ گفته است نمیدونم. پس با لیلی نامزد کرد. بایست البته. پسر رئیس مثل ما به تعمیر سر و کار ندارد. دانشگاه را تمام کرده میرفت. کشتن لیلی هم رو کشتن. تو را را در اینجا آمده. پلیس ها جوابش میدن نه؟ این توشکین در اداره پلیس اول سری را بعد شاهمرز را گناهگار کرد. حاضر باشد فرد را گناهگار کرده ایستاده است. سردارم با فکرم گناهش را پنهان میکند. یکت بیا. آقان لبای سردار. خوشر بچه در بازپرسی به استانبول نمی آمدم گفتم. اکای لیلی مرا جلسد گفتی. چی من ندارد این گپا؟ کو بگو؟ من میتوانستم کار رو تلفنی حل کنم، اما توشکین التماس کرد که من بیایم. دختر از دست میرود گفت. بیا با ناموست صاحب شو گفت. توشکین برای لیلی را با تو خانه‌دار کردن خیلی کوشش میکرد. توشکین قماربازی میکرد. هر ماه یک دو مرتبه مرا پاچا گفته از من پول میخواست. من هم به خاطر لیلی شده 2 مرتبه یاردم دادم. سردار برای چی به من باور نمیکنید؟ من نکشتم. با خدا من نکشتم. من چیزی رو اسم میکنم یکیت. خیلی راست پشت توشکین مونید. اطاعت سردارم. سلام رفیق سردار. سلام علیما. شب انتظاریم شما را. مرحمت بیایید. من هم همین را گفتنی بودم. اگر اجازت باشد با یکیت برای خرید رویم.
خوب کارتان رو نباشد بینید. تشکر سردار. تشکر رفیق سردار. دار مایلش. خوب شد که اومدی. من خود تو رو دعوت کردنی بودم. برای تو یک کار است. با تو به یک جای میرویم. با من بیا. اطاعت سردار. خیری تا از پشت یکای لیلی تشکیل میشوی. از هر قدم ماندهش خبردار میکنی. تو روا کن. خوب شده سردار. انگشترین در کجا باشه؟ انیقین ساخته است. این یاقوت یک سنگ تازه. این رو دزدیده ای؟ چی ها میگویی تو؟ در این لیلی نوشته شده است. لیلی کیست؟ من این رو نمیخواهم. چیکار کنم؟ انگشترینه که نام دیگر کس نوشته شده است. ده نباشد انگشتری را. به من ده. من لیلی میشوم تو مجنون. همین طور؟ چقدر انگشترینی زیبا. تشکر. اشکیزمت حساب کن. با کجا میرویم؟ نه اومدیم. های دختر در کیسه هم پول بسیار است. تو چه فکر کردی یگان کسی سودا رو یافته احمق میکنی؟ خیلی زیبده است. همین انگشترین 2000 لیره می ایستد؟ بله آقا. انا اینش 1600 بیاره. ایستا آخر از کجا من قدر پول دارم؟ آخر ما تنها با معاش زندگی میکنیم. یگی انا اینش زیباست همینش رو خریم؟ چی میگیری حلیمه؟ رفتارت مثل که گویا پلیس نباشی. آخر این 2 ماه هم معاشی من میایستد. شما برای اهل بوجه گل چیز ندارید؟ انا اینش 350 لیره. انا بین چه زیباست. بین تماما زیباست. یعنی با من ارزونش رو خریدنی؟ به من باشد الماسدارش را برایت میگیرم. اما در کیسم تنها برای سیبی الماسی پول دارم. اگر خواهی چندین کیلو میگیرمت. تو شوخی کردن گیر. باقی مونده پول رو من خودم میدیم. قیمتش رو میخریم. شد این خیل نمیشود. تو با من خانه دار شدن میخواهی؟ این چه خیل سوال؟ البته میخواهم. این خیل باشد قیمتش رو میخریم. نباشد توی نمیشود. حلیمه ایستا. حلیمه چی شد آخه؟ تماما جدی نیستی. شرم نکرده باز با من شوخی میکنی. آخر با یک انگشترین عادی است. انگشترین عادی 2000 لیره میایستد. میدانی ها؟ چرا پول رو دریغ میداری؟ برایت چقدر ارزش داشتم رو فهمیدم. حلیمه تو برای من به این هم عزیز هستی. نازهایت را مان. یعنی باز من ناز میکردم ها؟ مان اینها را حالا باز لباس گرفتنمان لازم. خرید باید کنیم. من رفتم. چی کار که میخوایی کردن گیر. مایلش آرام میشوم. با این زنها چه خیل زبان یافتن ممکن است. بله بچه ها پگاه همه وظیفه ها رو اجرا کرده بیاید. از 25 صحیفه کتاب ریاضی مسئله ها رو حل کردنشون رو فراموش نکنید. همه تون رو میپرسم تیار شده بیاید. فهمو؟ آهسته خیر مایبا خدا حافظ. ببخشید جای شدهش چند می شود؟ برای شما 1900 لیره می شود.
اما اگر از من پرسی من انا این رو ترسم. اگر حاضر انگشترین گفته او را خرید آینده در زندگی همیشه گپی وی میگذرد. بهانه‌اش را باور کردی سوختی. بین عقلت را کار فرما. این را تجربه داری سالار میگوید. خوب از من گفتن دیگه. به خدا راست میگوید امک جان. مرحمت کرده ارزانش را پیچانید. مراد گوش کن، الپرین رو دیدی؟ وای در سیلف بود. بیزار شدم با این کودک. مالش رحمان. الپرین در کجا هستی تو؟ تز شب دیر میکنی. در پشت چیست؟ هیچ چیز نیست. دستایت رو برات. چیکار میکنی اپا؟ جای دادم رو گرفتی، کفتن نگیری. بسیار گپ نزن، راه گرد با ماشین دیر میکنی. چه نمی اومده است؟ янгаи ҳунер наход йигит наояд. мо имрӯз барои ангуштарин каме ҷанҷол кардем. این خیل نمی شود. نگاه کن چه خیل می آید. اوه چقدر زیبید است نجیبکه. کسی بیند شما رو داماد فکر میکند. نه جانم. به خدا راست آخران بار در توی یمون گلستوک بسته بود. همه قدر وقت گذشته است لیکن گلستوک پوشی را عادت نکردم. نوربانو پدر چه شده است؟ همون پدرم، فقط سر و لباس هایش دیگه. نگاه کن، اما تو مثل لباس هایت زیبا هستی، حتی از لباس هایت هم زیباتر. خفه شده ای یا به من خیلی نماید؟ الپرین این بازیچه را از کجا یافتی؟ وای رفیقم داد. برای چی تو از رفیقت بازیچه میگیری؟ من نخواستم، خودش داد. یا خدایا. خوش آمدید. این چی نمود از یگید؟ آخر چی شده است بنمودم؟ به خدا من هم به او گفتم اما گوش نکرد. آخر امشب شب عادی نیست. تو چرا اینقدر یک رو هستی؟ اپایاندر چند بار گفتن آخر چی باید میکردم؟ واه 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 که آمدن. مرحمت کنید. سلام سردارم. مردم انیق این بچه داماد شونده است. میفهمیدم از صندوق خیره پلیس کمک میپرسیدم. حتی به تماشای فوتبال با این سر و لباس نمیروند. آخر سردارم گپ زن جانم. قرضور است یگید. همین قدر به تو گفتم نفهمیدی. در نگیر دختر، در نگیر. چرا بازی نمیکنی؟ جانم بس بودگی شبی در روز بای دادی. تو کاردار نشو. تمام ده. چیکاری خوی کردن گیر. چه تمام شد؟ تمام. حاضر بازی بکنیم. حاضر. انگشتری رو ده. چی؟ انگشتری رو ده گفتم. اما نو داده بودی. براتون نوشمو میگیرم. ده گفتم ده. در یک سال یک مرتبه توفه دادی. گیر از سرت ماند. چی کاری میخوایی کردن گیر. بیار انگشتری را بیار. یعنی چی فکر میکنی؟ گذار انگشتری را. یاقوت تازه. پرتا.
تشکر پیروز جان. نوشی جان. نه این از شما نه. انا اینش رو گرید. مخصوص تیار کردم. مخصوص؟ بله قهوه مخصوص. تشکر. این چی است؟ نش وانمود کن که به تو معقول. حلیمه نمکش رو بسیار انداخت. چی خیلی نمک په روحان نمک پاشیدم روحان. آقای نجیب امشب برای یک کاری خوب جمع آمدیم. بله آقای نجیب، کاری خوب با رازگی خدا و قول پیغمبر دخترمان حلیمه را برای پسرمان یگید خواستگاری میکنیم. بگوین که یک طرف روی خواستگار سیاه، کسی که دختر نمیدید هر دو رویش سیاه. چی گفتند؟ میگوین که در این زمانه با معاش پلیس زندگی کردن نمیشد. با پلیس دختر میدین مگر؟ با پلیس دختر دادن. نجیب تو چه ها میگویی؟ بچه ها یک دیگر رو نجیب دوست میدارن. ما چی گفته میتوانیم؟ مرا ببخشید لیکن من با پلیس دختر میدادگی ندارم. نگاه کن بیچاره برای خود سر و لباس درست گرفته نمیتوانم. بلا بسرم با تو چی شد؟ اگر به من باشد باید نمی آمدید. فکر من همین. من خواهش شما را رد میکنم. سردارم شوخی میکنم به فکرم. تو عموما گپ نزن، فهمیدی؟ به خدا این کاری کرده ای بس نجیب. من نمیدونم با این بچه دختر پختر نیست. تو این کارو مخصوص کردی یگید؟ ها همین طور همه رو خراب کردی. آخر من باز چیکار کردم؟ ای تو گپ نزن، گناهگوری باز گپ میزنی. یگید با نجیب چی شده باشه؟ آرام باش. لبای خیری. سردار انگشتری که میکوبه در دست تاشکین بوده است. در گوشت پا کوچه فراغ در مغز ایستگاه. حاضر میایم خیری. تو را از چشم دور نکن. خوب شده است. چی شد رفیق سردار؟ انگشتری که شاهموز با لیلی دادگی بود در دست تاشکین بوده است. یگید میرویم. رفیق سردار من هم روم. حاضر وقتش نیست. به خدا سردارم تا این انگشترین را نپوشانم به هیچ جا نمیروم. یگید از پسم بیا. زود این را بینیدم. گپ شد. خونش چی گپ؟ چی میکابی؟ الان گوشترینه که میجستیم. آقا را امشب مهمون میکنیم. بره درو. تو چخل من همیشه کارت تیمور بازی کردن و بای دادن. من تو رو دیگر دیدن نمیخواهم. فهمیدی؟ سردارم تاشکن میرود و را نمیداریم. عجله نکن.
اما وقت شتاب داری گیت انتظار میشویم. در وظیفه ما بسیار چیز در اول معماهای زیاده دارد. صبر کن، برد میکنی، چون که گناهگار حتما یک از میماند. تاشکین خانه خطا میکند. دخترم سبد نان رو دراز میکردی؟ تشکر دخترم. هیچ کم ندادا. کاری خوب نکردی نجیب. اینقدر تیاری دیدن ناامیدشون کردی. از نجیب دختر خواستن این مثل آن است که اشتر را از سوراخ سوزن گذراندن. آخر یگید تو را هم مثل سردار هم مثل پدر میدوند. حلیمه هم دیگر این خیل نکن. کارهایی که پدرت با من کرد در نزد آنها هیچ است. 3 مرتبه خواستگاری کردیم، بعد راضی شد. خیلی عیب است، خیلی عیب. چه که میگویند خانه دختر خانه ناز است. باز بیایید، امشب هم بیایید، چرا شتاب کنیم؟ کنی بینیم چه دل مرا مییابید. دخترم دستمال رو دراز میکردی؟ تشکر دخترم. هیچ کم ندادا. من میروم، شب میبینیم. تو بازدید دادا. تو بازدید بچه. براری کار. تشکر جانم. دخترم لیلی. کافیست مردک. چند روز شد خود را کشتی از گریه کردم. دختری مثل گلمون را از دست دادیم. ما گریه نکنیم کی گریه میکنن لیلی هم. اوچه پول لازم است در گریبان دفته؟ توف موری تو بازدی نشب قیمار بازی کردی. چه خیلی قیمار؟ تلفونی نام میخرم. گم کردم. تو در هر کنج پول داری؟ من 5 تین هم ندارم. از پدرت پرس. چرا با اون نگاه کن تماما از اوش رفته است. عکسوی لیلی رو نگاه کردن میگرید. من با بهانه باید چیزهای لیلی رو بینم کو چی گپ است؟ خب سردارم. چی؟ با یک بار خواستگاری فکر کردی دختر رو میدم یا اینکه در آن ناامید شدی؟ نه سردارم، صبر کنی برد میکنی. دختردار یگان رو از وقت خالی میافتگیست. راست، کسی که دختر میدهد البته وقت خالی میافتگیست. چی کار کنم؟ چی میکنی؟ از تو فایده نیست. تلفنم رو میکوبم. ای خدا کجا باشم؟ از دست تو لیلی وفات کرد. مجبوران با شاموز خانه دار کردنی بودی. میلش من دادنی بودم. شما برای چی هیچ چیز نگفته ده؟ ولی وای پای بود. برای همین هیچ چیز نگفته. این چخیل گپ تاشکین. من نمیدونستم، مگر من میخواستم که لیلی من بدبخت شود. با کسی که دل داده باشد نصیبش باشد میدادم.
حاضر میگفتم لیلی رو هم تو رو هم. بس کن. شد خیلی ناله کردی. نه خود دیده و دانسته چون این یک دفعه بسیار نظر پدر. ناله میکنی کی باشد با؟ اوه سردار خوش آمدید. شرف با شما. مرحمت. السلام علیکم. چیزهای دخترتان رو آوردم. دخترم بشین. دخترم را اگر میشناختید سردار، قلبش پاک بود، مثل پری بود. درست است. اوچا جان با سردار چای بیارید. نه تو با من آب بیار. حاضر سردار. دخترکم. دخترکم. این به لباس هم چه علاقه دارد حلیمه؟ سردار هم به همین مسئله چسبیدند؟ چرا اینقدر بی اهمیتی یگید؟ مگر با چنین نمود آمدن ممکن بود؟ یک دقیقه. سردار از تریزه چه اشاره میکنند؟ چی کار میکنند؟ اشاره تلفن میکنند. به خودشان نشان میدهند. چی میخواهند نمیفهمم. چی به من زنگ زن میگویند؟ شد ایستا خاموش میکنم بعد گپ میزنیم. مرحبا سردار. تشکر. بله من هستم. نه اشاره تلفن کردید با دستتون. در دست سیر تلفن دستی دیده؟ در کجا؟ نه سردارم. آخر شما با دستتون اشاره تلفن دستی کردید. من برای همین به شما زنگ زدم. در باغی که جسد لیلا رو پیدا کردید. چی میگوید من نمیفهمم. نه با جنایت علاقه داشتهشون فکر نمیکنم. سردارم شما چی میگوید؟ من تماما نمیفهمم. خوب من آمدم میبینم. اشکالی که باشه شما شتاب نکنید. چی شد سردار؟ چند مهم نیست. این سیری رو در محل جنایت با تلفن دیدن. انیق با دیگر کس تعلق دارد. من هم در دستش ایستاد بعد آمدم میبینم گفتم. فهمم. خوب به من اجازت. در امنیت کارم است. اختیار در دست شما سردار. خوش آمده سردار. خدا صبر جمیل دهد. پس تلفن رو در اونجا افتوندم. ای وای زود رفته از دستی باید دیوانه گرفتنم در کار. با دستی اینو افته کارها بد میشه. سردارم شما خوب هستید؟ بله برای چی پرسیدی؟ سردارم پس از آن که حلیمه رو با من ندادید تماما دیگر شده اید. پریشان شده اید. ببخشید لیکن از صحبت تلفنی من هیچ چیز نفهمیدم. یگیت لبای من دیگر نشدم لیکن در تو دیگر گونی است. با توشکین یک چیز شو نموندم. کنی بینیم دردم میافتیده باشد یا اینکه نه. انا اکنون صرفم رفتم سردارم. فهمیدم
با ماشین سوار شو. الو سردار، تاشکند طرفی باغ رفت. خوب اینجا بیا لعنتی، اینجا بیا لعنتی. بعد تلفن رو با من ده. ایست در کجا لعنتی؟ در کجاست تلفنی من؟ در کجاست تلفنی من؟ سرت رو با سنگ میده میکنم با خدا. تاشکند همه رو میدونم. سردارم خطا فهمیدید من را. خواهرت را هم همین طور کشته بودی ها؟ من هیچ کس رو نکشتم سردار. با شاهموزگا پتان گریخت دیوانه شدی. همان طوری که حالا با سنگ با سر سیری زدنی بودی، همان طور با سر خواهرت زدی. لیلی به من گوش کن. با خدا قسم من تو رو بسیار دوست می‌دارم. برای این را اثبات کردن هر چی خواهی میکنم. خوشبختی اجباری نمیشود شاهموز. من تو را دوست نمیدارم. مرا برادرم مجبور کرد. از دوره مکتبی من کسی دیگر را دوست میدارم. التماس مرا درست فهم. مرا به حالم گذار. بگیر انگشترین رو. نمیگیرم. تاشکند به من گفت که تو تنها مرا دوست میداری، پس تو مرا فریب داده است. مادامی که دلت مایل کسی دیگر است، فقط بگذار این در دست تو بماند. من حرفی ندارم. اما من این را نگاه می‌دارم. تو بسیار آدم خوب هستی شاهموز. از کسی بیگانه توفه قبول کردن روان نیست. خوشبختی میخوام. خیر، خداوند تو را هم خوشبخت کند. الهو به دوست داشتت برسی. لیلی، برای این کارم من تو را نست و نابود نکنم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو بیماری شهرانی یاری مگر؟ ما با او وعده ازدواج دادیم. ننگ و ناموس شان و شرفی ما را به زمین میزنی. رو از اینجا. در کجا دیده ای آدمی رو که ننگ و ناموس و شرف خواهرش رو بفروشد؟ ای بی حیا، به جای خواهرت را فروختن برفت خود را فروش. بابا نگر، من تو را نست و نابود نکنم. تو باید به شاهموز خانه دار شوی. آدمی سرانند را گذاشته و فیره به یک اصول تعمیرگری کثیف حیاتی اوهلوی من را میسوزی. هیچگاه شاهموز ریاکاری تو را فهمید. برای پول شدن تو مرا به اون میدهی. هیچ شرم نمیداری؟ آیا برای پول شده کس خواهری خود را میفروشد؟ راو، شاهموز رو از نو برگردان. با او صحبت کن. تا بیدی مرا. تو کسلی روحانی. من به اون نمیرسم. نمیرسم گفتم نمیرسم. نکشمت. بچه ها، قتل لیلی شیل خیلی که فکر میکردید جنایت رسمایی نبوده است. برادرش تاشکند ایشیل خواهرش لیلی ایشیل را کشته است. بگوید سببی کشتنش معلوم شد؟ برای پول، برای با شاهموز بیرق خاندار نشدنش را کشته است. با این کار در دل مردم چقدر ترس و وهم را جای کردیم. چقدر پدر و مادرها عذاب روحی کشیدند. شما درباره همین گونه جنایت هایی که وقتی آخر خیلی زیاد روی میدهند چه گفته میتوانید؟ سردیت لعنتیو، کس تاشکند رو دیوالا گفته نمیتواند. نزدیک نشوید. چه نگاه میکنی پدر؟ حیف تو بر این فرزند. تو هر کاری که کردم برای ناموسم کردم. تیم شو لعنتی، شرم هم نمیداری. چیل به دخترم دلت شد. آرام شد. خواهرت را کشتی. به شرم. هر کاری که کردم برای ناموسم کردم پدر. خدا جزایت را دهد. چی دادم از بینیت برایت انشالله. سردیت مرا. سردیت گفتم.
در این دنیا اولش عدالت است، طرف دیگر رذالت. کسی که ظلم کند البته ظلم میبیند، فهمیدی؟ انشالله در جای رفتت میپوسی. کسی مرا حفظ بکرده که حالا از شکمی مادرش در آمده است، نزدیک نشوید، سرش رو میده میکنم. یگید با دقت باش، یگید یگید خوب است، یگید من خوبم، لیکن این خوب نیست که در نزد حبسخانه باز بیمارخانه اضافه شد. بشیر و سور رسیدیم، احوال رو بینید. آدم تا این درجه وحشی می شده عقلم نمیگیرد. سردارم این طایفه ها خیلی زیادند. درو. اوه خوش آمدی شاهموز. چی شد؟ من میرم سردار. یگان درخواست امر هست؟ استغفرالله. شاهموز برادر، تو را زورکی مهمانداری کردیم. ببخش، باز کمی خطا کردیم. هیچ گپ نیست سردار. ما هم انسانیم، بعضا خطا میکنیم. بخشش. انسان همیشه خطاکار است سردار. همین آمدن است و رفتن. بله، با جایهای ما آمدید مهمان شوید. شما را انتظار میشویم. خدا نگهبانتان. بلش، ما هم هر وقتی که باید انتظاریم. چقدر جوان خوب. من این می شود برای دختر دادن. سردارم شما دختر دادن گفتید. برای همین من پرسیدنیم که ما کی برای خواستگاری بیاییم؟ عجله نکنید. این سال 2008 گذرد. باز چی سردارم؟ بلش، با من خدا حافظ. سردارم یگید مجبور نکن. خب سردارم، شما کدام وقتی خواهید همون وقت می شود. ساعتهای اولی سال 2009 خیلی خوب می شود. هم سال نو و هم نامزدی نو. این فکری خوب. ما یک فکر میکنم. خدا حافظ. سردارم ما امشب به سینما میرویم. با ما نمیروی؟ نه، من کجای از خونه بر اومدنم کجا. درست. دادا؟ چی شد؟ چی کار میکنی در اینجا؟ کارم بر وقت اون شد. دخترم را گیرم گفتم حتی دگانه هایت را گیری از جایی از سینما میرویم. دادای شیرم. دادای من انا میخلاص. دخترها با ماشین سوار شوید. کیروز تو رو زحمت میدیم، دستانم بند. لبای قهوه خانه کیروز. سلام، خانم هونی رو میخواستم. من روبری سینفی الپرین هستم. حاضر. اپا شما رو روبری سینفی الپرین. الو. سلام خانم هونی، برای یک مسئله ناراحت میکنم. چی شده است؟ در مکتب یک چند روز است که دزدی میشود. از شما خواهش همراه کودک رو به مکتب، بازیچه، تلفن و دیگر چیزها رو رها نکنید. التماس. چی رو دزدیده است؟ دیروز رو بعد بازیچه یک طلبه رو دزدیدند و این طلبه رو تلفنش رو.
робот бозичаро майлаш дар ёдатон бошад ва диққат бошед. худоҳофиз. алпирин наход ту вай бозичаро. я худоё.